چارابینی فرهنگی را به مناسبت 90 سالگی شاعر مستان شیرعلی حسنی آغاز می‌بخشیم. حالا با کمال احترام سخن به معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان محترم عطا میرخواجه. برادر جان زرفشان است اینجا سخن گفتن آسان است اینجا در زرفشان سخن گفتن آسان نیست ولی از بس که شهر پنجکند امروز راهبر بسیار هم سخندان ادبیات دوست معرفت پرور دارند ما جرأت کرده در اینجا سخن میگوییم. محترم عبدالخالق خالقزاده چندین سال است که محفل‌های شعر و ادب را در این سرزمین شاعرخیز زنده نگاه می‌دارند و از همون سطحی که در گذشته داشتن بازم بالاتر بردند و امروز ما می‌بینیم که هم پنجکند عزیز از جهت اقتصادی از جهت اجتماعی ترقی کرده است هم اون فرهنگ والایی که داشت باز والاتر شده است و حقیقتاً به مهدی و گهواره سخن تازه تاجیکی فارسی تبدیل یافته است. تشکر به رئیس محترم بسیار هم در این جاده و امروز دوستان عزیز در دوام این سلسله چارابینی ها ما به جشن 90 سالگی شاعر ممتاز تاجیک استاد مستان شیرعلی که وطندار همینجا هستند آمدیم تا که هم شعرش را خوانیم هم او را به یاد بیاریم و هم برای نسل آینده ترغیب کنیم. تشکر میگویم به مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند که به شرافت کوشش های اینها کتاب نوشان از شوق برآمد و ما صاحب این کتاب شدیم امروز و در اینجا یک کنفرانس خیلی هم بزرگ و محتشم تشکیل شده بود. در اینجا استاد پروفسور عبدالنبی ستارزاده برای دیگران پروفسور برای من اکادمیک گردانندگی کردند و بسیار خوش بود برای ما که خود محترم رئیس به دهه رفتند به دهه زیر حصار رفتند به دهه مستان شیرعلی و در اونجا یک مکتب را به نام او گذاشتند و همچنین آثارخانه او را نیز در اونجا باز کردند. این همه این به شرافت اون هست که در مملکت ما تنجی است آسودگی است آرامی است همدیگر فهمی است و وقتی که همین گونه فضا هست ادبیات البته ترقی میکند. ببینید ما در سالهای 70 و 80 ادبیات ما به درجه عالی ترقی کرد و مثل استاد ترسونزاده مومن قناعت استاد اسکر حکیم و استادان دیگر گلنظر گلرخسار بازار صابر شاعران و نویسندگان به وجود آمدند که اینها ادبیات را به درجه عالی به مردم جهان معرفی کرده توانستند و ما امروز نیز از آن افتخار میکنیم. برای چی؟ برای اینکه آرامی بود تنجی بود و مردم به قدر سخن به قدر شعر میرسیدند و امروز نیز به شرافت کوشش های پرزیدنت محترم ما پیشوای ملت ما اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان همین گونه فضا در مملکت ما ایجاد شده است و ما از بدخشان تا زرفشان از خوجند تا کولاب هر روز محفل داریم و باور کنید اگر ما سالجشن شاعرای گذشته و امروزه خودمان را اگر جشن گیریم اگر تجلیل کنیم هر روز باید جشن کنیم هر روز چون که اینقدر بسیار داریم خدا به شکر اینقدر شاعر و نویسنده بسیار داریم که می توانیم هر روز برای خودمون عید کنیم و امروز عید سخن مستان شیرعلی است
این عید را برای همه شما مبارکباد میگوییم. برای شما وقت خوش آرزو میکنیم و بار دیگر برای همتان تشکر میگوییم که ما رو به اینجا دعوت نمودید. سخن به نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق محترم بهرام میرسایی. السلام علیکم. محترم رئیس، حاضرین ارجمند، پدران و مادران گرامی قدر، مردمی نیکوفال و نیکوطالع شهر باستانی پنجکند، برای هر کدام ما و شما سعادت بزرگ است که امروز در یک واقعا ایامی که طبیعت برای ما اینقدر فیض و برکتی خودش را نثار میکند، با شرافت و با سعادت هستی یک تن از سخنوران نامی مملکت در چند محفل شروع کرده از دهکده نازنین زیر حصار تا به قصری به نام استاد لایق و قصر فرهنگ به نام عالم بابایف جمع آمده. این همایش، این نشست ها، این محفل نکوداشت دلالت از آن دارد که ملت صاحب تمدن تاجیک همیشه به سخن ناب، همیشه به ایجادکاری اصیل ارج میگذارد و نام و شهرت و نبوغی استاد مستان شیرعلی باز همین نکته را، همین دلیل را بار دیگر ثابت کرد که واقعا ما تشنه شعر سخن، دوستداری ادبیات ملی خودمان هستیم و من مسئولیت دارم که همه شما دوستان عزیز، مخلصان ارادتمندان استاد مستان شیرعلی، پیوندان آن کس را از نام رئیس ولایت سوخت، معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده با این سنه نیکو با جشن 90 سالگی شاعر شهیر تاجیک استاد مستان شیرعلی مبارکباد گویم. حاضرین ارجمند، چخیلی که استادان یادآور شدند، واقعا با تشبس‌های پیوسته رئیس ارجمند و فرهنگ پروری شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده در شهر واقعا فضای بسیار گرم و منیر و آفتابی ادبیات، شعر، سخن، واقعا یک محیط بسیار نازنین حکمران و حکمفرماست و ما احساس میکنیم که واقعا در زمان صاحب استقلالی محض با تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکتمون جناب عالی محترم امام علی رحمان دوباره ملت ما به یک جاده موفقیت ها، به جاده نصرت ها، به جاده واقعا پیشروی ها روانه است و خودی این محفل، خودی این آبادی ها، این قصرها، این کاخها، این راه ها، این تشبس ها دلالت از آن دارد که ما یک جامعه واقعا فرهنگ سالار، یک جامعه واقعا تمدن ساز و تمدن آفر هستیم و ما و شما هر کسی که در این تالار است و هر کسی که در این وطن با شکرانه زندگانی میکند واقعا میراثبر و وارثی اصیلی نیاگان شرفمند است. من همین روزی نکوداشت محفلی واقعا نازنینی یادبودی استاد مستان شیرعلی را برای هر کدام شما و برای ملت تاجیک، برای امروزیان، برای آیندگان بار دیگر مبارکباد میگویم. بگذار ما با صحبه‌گردانی روزگار بزرگان ملت همیشه بر گرامی داشت و با ارجگذاری و با یادکردی نیکی گذشتگانمان، نیاگان شرفمندمان همیشه شایسته و همیشه فرزندی اصیل و مدیونی خوب خدمت ها و آنچه که بزرگان ما برای ما میراث گذاشتند همین گونه شکرگزار باشیم و برای پیشروی، برای شکوفایی وطن عزیزمان خدمت کنیم. سلامت و سربلند باشید. تشکر. سخن به رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده. السلام علیکم. استادان و ادیبان محترم، همدیاران ارجمند، امروز در شهر باستانی پنجکند گرامی داشتی خاطره یکی از فرزندان شهرتمند دیارمان، شاعری معروف کشور شادروان مستان شیرعلی
که با ایجاد آثار بلند مضمون در ترغیب و تشویق اندیشه و افکار ملی و ترنم غایه های وطن دوستی در بین جامعه خدمت ماندگار انجام داده است، برگزار گردیده ایستاده است. از این لحاظ پیش از همه مهمانانی را که از نهادهای علمی و فرهنگی شهرهای دوشنبه و خوجند برای اشتراک در این چاره‌بینی فرهنگی و شهر باستانی مان تشریف آوردند، خوش آمدید میگویم. حاضرین گرامی، باعث تاکید است که با برکت استقلال دولتی کشور عزیزمان تاجیکستان و سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان چهره‌های ماندگار اهل ضیا و هنر و صنعت ملت ما بیش از پیش معرفی شده، نام و آثار گرانمایه آنان گرامی داشته می شود. زیرا چنان که محترم پیشوای معظم ملت تاکید می نمایند، ضیاییان همچون نیروی فعال و توانای جامعه می توانند در تشکل خودشناسی و خودآگاهی ملی نقش بسا ارزشمند گذارند و منفعت‌های ملی و دولتی را صادقانه و قاطعانه حفظ نمایند. با پیروی از این سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در ولایت با توجه رئیس ولایت سوخت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده نیز جهت گرامی داشتن خاطره و نام نیک بزرگان علم و ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک در مقیاس ولایت توجه زیاد ظاهر گردیده، برای به طور شایسته تجلیل نمودن سالگرد سنه‌های مبارک عمر آنان پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. زیرا زندگی، کار و پیکار و آثار اهل علم و ادب و متفکران دانشمندان کشور مکتب بزرگ آموزش و عبرت برای نسل نورس و جوان و اهل جامعه به حساب می رود. حاضرین گرامی، بنا به معلومات اهل علم و ادب سالهای 60 و 70 عصر گذشته دوره نوی رشد و انکشاف شعر تاجیکی بود که یکی از پیشگامی آن مستان شیرعلی به حساب می رفت. آثار مستان شیرعلی و همنسلان او در ادبیات قرن 20 تاجیک مقام و جایگاه خاصه دارد، زیرا این نسل جوینده و تازگو پیراهای سخن را برای وارثان بعدی هموار کرده، مسئله نگاه تازه انداختن به زندگی و دوست داشتن و شناختن قدر و منزلت وطن را با ایجادیات خود توسعه بخشیدند و امروز همان دوره به طرز دیگر در شرایط استقلال ملی سیاسی تاجیکستان ادامه دارد و با ایجادیات نسل نوی دوران استقلال دولتی جلوه تازه پیدا کرده ایستاده است. به عباره دیگر شرایط نوی سیاسی و دیگرگونی‌های اجتماعی دوران استقلال از ما تقاضا می‌نمایند که به سرنوشت تاریخی ملت ما نگاه تازه اندازیم و بهر تقویت احساس وطن دوستی در بین اهالی از تجربه شاعران و سخنوران بزرگ ملت که با مردم دوست داشتن میهن را تلقین کرده قدر و منزلت وطن را بازگو کردند بهره فراوان برداریم. اگر از این دیدگاه به ایجادیات مستان شیرعلی توجه نماییم، در اشعار او در برابر انعکاس یافتن موضوعهای مختلف از جمله عشق و محبت، تصویر عالم مرکب انسان، تصویر طبیعت زیبای دیار و دوستی خلق و ملت‌های عالم، مسئله وطن و وطن دوستی یکی از موضوعهای محوری به حساب می رود. هر وقت که سخن از وطن و وطنداری رود، به اختیار به خاطر کس ابیات زیرین پر از احساس وطن دوستی شاعر می رسد که گفته است: وطنم یک نفس از یاد تو فارغ نشوم، فارغی در ره تو مهر تو را باختن است. به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن، در وطن بوده به یاد وطن به وطن است. این
байтҳо кайҳост шоирро чун фарзанди вафодори миллат ва вассофи тавонои ватан машҳуру маъруф ва вирди забони ҳар як фарди ватандӯст гардонидааст. Шоир ватанро мисли падару модар ва ҳар муқаддасоти дигар азизу моътабар медонад ва онро ба монанди офтобу моҳ яктову зебо ва пурнур меҳисобад. аз ин лиҳоз бо муҳаббату садоқат дар бораи тоҷикистон мегӯяд. тоҷикистон ҳама ҷо оинаи дасти мани, ҳама ҷо акси ту дар дидаи ман ҷилвагар аст. моҳ яктост вале моҳи ту зебост маро, шамс яктост вале шамси ту пурнуртар аст. абёти мазкур гувоҳи онанд ки шодравон Масон Шералӣ барҳақ аз шоирони номдор ва тоза сухани адабиёти муосири тоҷик буд ки бо нигоҳу биниши нозук, эҳсоси баланд ва тарзи сухани тоза беҳтарин муҳаббатномаҳоро дар бораи ватан эҷод намудааст. нақши чунин шеърҳо дар раванди ташаккул ва тавсеаи тафаккури миллӣ, баланд бардоштани сатҳи донишу маърифати мардум, хусусан наврасону ҷавонон бузург буда ба пешрафти маънавиёти ҷомеа таъсири арзанда мерасонад. ҳозирини арҷуманд, бо мақсади поз доштани хотираи шоири меҳанпараст, вассофи ишқу зебоӣ ва омӯзгори одамгариву шарофат, мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ деҳаи зери исори ҷамоати диёти рӯдакӣ ба номи устод Масон Шералӣ гузошта шудааст ки мо ҳамроҳи шумо меҳмонони гиромӣ вориди ин муассисаи таълимӣ шуда дар назди пайкараашон гулчанбар гузоштем ва дар маҳфили ёдбудашон ширкат варзидем. дар конфронс дар кохи лоиқи шаҳр ба муносибати 90-солагии ин адиби тавоно таҳти унвони Масон Шералӣ шоири шеърҳои офтобӣ баргузор шуд. аз тарафи олимону адабиётшиносон роҷеъ ба ҳаёт ва паҳлӯҳои эҷодии Масон Шералӣ аз ҷумла бостоби мавзӯи ватандӯстӣ дар шеър, донистани қадру манзалати меҳан, тасвири табиати бииштиосои диёр, нақши модар дар зиндагии инсон, вижагиҳои вазн ва санъатҳои шеърии шоир маърузаву таҳқиқоти пурмуҳтаво манзури ҳозирин гардид. нуқтаи назари олимону муҳаққиқон дар бораи эҷодиёти шодравон Масон Шералӣ моро ба натиҷае меорад ки ҳанӯз шахсияти эҷодии ин шоири маъруф ба таври шоиста таҳқиқу баррасӣ нагардидааст. аз ин лиҳоз бо итминони комил метавон гуфт ки дар доираи таҷлил намудани 90-солагии зодрӯзи шоири соҳибистеъдод баргузор гардидани конфронси имрӯза марҳилаи тозаеро дар шинохту таҳқиқи осори Масон Шералӣ боз хоҳад намуд. зеро дар бораи эҷодиёти Масон Шералӣ суханҳои нагуфта зиёд буда, ашъори шоир дар замони имрӯз низ барои дар рӯҳияи муҳаббат ба ватан, ифтихор аз арзишҳои миллӣ, эҳтироми падару модар, ҳисси зебоипарастӣ ва ахлоқу рафтори нек тарбия намудани насли ояндасози миллат арзишу аҳамияти хос дорад. ба ибораи дигар, мавзӯое ки дар ашъори шоир баён гардиданд имрӯз низ ҷавобгӯи ниёзу ормонҳои ҷаҳонии муосир буда, барои таблиғи ҳуввияти милливу ифтихори ватандорӣ, ташаккули андеша ва тафаккури пешрафта, таҳкими ваҳдат, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва тавсеаву густариши худшиносиву худогоҳии наврасону ҷавонон дар ҷомеа хидмат менамояд. бо интишор ва тарғибу ташвиқи ашъори шодравон Масон Шералӣ мо метавонем насли наврас ва ҷавонро аз наздик бо эҷодиёти шоир ошно карда ба онҳо дарси одамияту зебоипарастӣ, донистани моҳияти зиндагӣ, дӯст доштану эҳтиром гузоштан ба волидайн ва муҳимтар аз ҳама эҳсоси поки ватандӯстиву ҷоннисорӣ кардан ба меҳанро омӯзонем. зеро дар замони имрӯз тарғиби бузургтарин дастоварди халқамон, истиқлолу озодӣ вазифаи аввалиндараҷаи зиёён маҳсуб ёфта, онҳо бояд дар таҳқиқоту асарҳои худ аҳамият ва муҳтавои ин мафҳумҳои муқаддасро боз ҳам васеътар инъикос созанд ба хотири таҳкими суботи сиёсӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ, ифтихори ватандорӣ ва ҳифзу манфиатҳои тоҷикистони азиз, инчунин
забон, фарҳанг, расму оин ва суннату анъанаҳои миллӣ минбаъд низ кӯшиш намояд. дар ин лаҳзаҳои фароҳбахшу нишотангези гиромидошти 90-умин солгарди зодрӯзи шоири мумтоз Мастон Шералӣ, бори дигар ҳамаи шумо меҳмонони арҷманд ва ҳозирини гиромиро хушомадед гуфта, бароятон саломатӣ, рӯзгори хуш ва дар роҳи пос доштани ёду хотираи неки аҳли илму адаб ва бузургони халқу миллат муваффақиятҳо орзу менамоям. саломату сарфарохт. سخن به فرزند شاعر پرویز مستانov. меҳмонон ки аз дур наздик омаданд, имрӯз барои мо фарзандон ва пайвандони шоири маҳбуби мардум Мастон Шералӣ рӯзи фаромӯшнашаванда аст. ҷашни 90-солагии падарам ба як иди маънавӣ табдил ёфт ки онро маҳ шумо раиси муҳтарам ташкил кардету ва бо дастгирии мардуми деҳа, бо дастгирии мардуми шаҳри Панҷакен ин хеле ободӣ шудааст. имрӯз аз субҳ то ҳозир нисбати падарам суханои нек гуфтам, аз ашъорашон бисёр шеърҳоро қироат кардам, бисёри аксари инҷа дар конференсияи илмӣ иштирок кардам, бисёр суханои нек гуфтам. рости гап рӯи падарамро шод гардонед ва ба шумо раиси муҳтарам, ба ҳамаи мардуми Панҷакен, ба ҳамаи он нафарое ки дар ин чорабиниё иштирок карданд, миннатдорӣ баён менамоям. ҳаматон сарбаланду обод бошедон. ташаккури зиёд. ассалом ای مردمی فرهنگ دوست. دیدن دیدارتان ما را نکوست. السلام ای چهره های آشنا، توتیای ماست خاکی پای دوست. مهمانان عزیز و گرامی، همدیاران ارجمند، حاضرین معتبر، حضور مبارک و خجسته شما را در این بارگاه هنر صمیمانه خیر مقدم میگوییم. باعث فرح و شادمانی است که در یکی از گوشه‌های زیبامنظر تاجیکستان، شهر پنجاکنت باستانی، در دیار اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس استاد ابو عبدالله رودکی و شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی 90 سالگی زادروز شاعر محبوب مستان شیرعلی با تنتنه تجلیل می‌گردد. سمای پنجکی از تابشی تیاره شد پر نور، فزود این نور برقی آتشی آتش پرستان را. فروزان باد هر آتش که دل را می‌کند روشن، صفای تازه می‌بخشد چراغ نیک دستان را. تو این شهر دلم آب و گلم از آب و خاک توست، چو سطری رودکی هر راه و پیراهت در یاد. نگاه هم در کنار گرم تو عمریست میگوید، بلند و ساده چون شعری بلندش هیکلی استاد. شاعر مستان شیرعلی شعرهایش پر از صمیمیت، دوستداری، بغیر از شعر چیز دیگری را جدی نمیگرفت. بغیر از شعر در زبانش چیزی دیگر نبود. میخواست با شعرهایش وصفی وطن، عشق و وفا بکند. استاد مستان شیرعلی شاعر بودن، شاعری وطن، شاعری درد و ارمانها، شاعری شیرین کلام. اینک دستگل سرود و ترانه ها را از اشعار نابی این شاعری بزرگ منظوری شما میگردانیم. طالبان شعر و ساز را، عاشقان نغمه و آواز را، کف شادی کن که مهمان آمده است، خوب شادی کن که
مستان آمده است. گر سری یابد به عالم کسب نیک و شاعری، رودکی را بر سری آن شاعران زیبد سری. سرود اشاق رودکی، غزل رودکی، آهنگ کلاسیکی در اجرای هنرمندان انسامبل نوای پنجکند در رقص گلدختران انسامبل رقصی دلارا. مشوش است دلم از کرشمه سلما، چنان که خاطری مجنون ستوره لیلا. مشوش است دلم از کرشمه سلما، چنان که خاطری مجنون ستوره لیلا.
خیز مادر نزد مردم شاد باش، از بزرگی چون زمین آزاد باش. روی دستان تو شد آدم بزرگ، از بزرگی تو شد عالم بزرگ. سرود مادر، شعری مستان شیرعلی، آهنگی عبدالمجید بردیف در اجرای عبدالله خیالوف. بعد چندین روزها بعدی رستن هازی چند گیرها بعدی بایدی تو سر افراختن بعدی با ایام بردن باختن بعدی با ایام بردن باختن باز من در روبرویت مادرم بهره یاب از گفتگویت مادرم بهر شوق و استرابت مادرم گرم رو از آفتابت مادرم گرم رو از آفتابت مادرم خیز مادر نزد مردم شاد باش از بزرگی جهان آزاد باش روی دستانی تو شد عالم بزرگ از بزرگی تو شد آدم بزرگ طالبانی شیرام و ساز را عاشقانی نغمه و پرداز را کف کشادی کن که مهمان آمده است خوب شادی کن که مستان آمده است خوب شادی کن که مستان آمده احترام سخن را به شاعر خلقی تاجیکستان استاد اسکر حکیم دهیم. مرحمت. دوستان عزیز، این سرزمین شاعرخیز و
حکمت خیز در سراسر آسیای مرکزی، نه تنها آسیای مرکزی بلکه در تمام دنیا شهرت دارد و شهرت این سرزمین با مردمی بسیار حکمت پسند و فرزانه اوست که در برابر بزرگیشان فرزندان بزرگ برای ملت تاجک در دوام عصرها عطا کردند و یکی از این شخصیت‌های بسیار هم درخشان در سده 20 و 21 خب امروز البته استاد مستان شیرعلی هستند و بنده در صحبتی که در دو جا شد برام تاکید کردم که وقتی که من استاد مستان شیرعلی را می دیدم از بس که همسایه بودیم و در یک حوله در یک بنا زندگی می کردیم، من در دوم آشانه ایشان در سوم آشانه و دیدن اون کس برای من یک عید بود، زیرا همیشه خب چهرهشان شکوفان، خندان و پاک بی آلایش مثل آن است که آینه است که کس عکسش را در آن می بیند. هر کس البته می خواهد عکسش بسیار هم زیبا بیند، بنابر همین واقعا هم ما به استاد مستان شیرعلی مخصوصا نسل ما و من همچون به آینه نگاه می کردیم و واقعا هم خانوادهشان، فرزندانشان و نبیرگانشان، پسر و خب دخترانشان همهشان یک نمونه بسیار هم عالی انسان زیبا و خردمند هستند و خوشبختی این است که این جوانها، این اولاد از اجداد خود افتخار میکنند و اجدادشان واقعا هم صاحب احترام می باشند. دوستان عزیز، حالا که اینجا مجلس شعر و سرود هست و بنده همچنانی که در اون کنفرانس هم گفتم در ستایش مستان شیرعلی که در یک شعرشان در این لوحه ها آویخته بود می گفتن که تاجیکستان در چشم من همچون آینه جلوگر می شود و من می گویم که چهره مستان شیرعلی برای ما آینه بود که ما در آن آدمگری، زیبایی، مردم پسندی و حکمت پسندی را بینیم. بنابر همین من یک شعر می خوانم که به خب همین آینه نور مستان شیرعلی بخشیده شده است. آینه نور، این آینه نور که بوده است، که بوده است که از آب رخش چشمه خورشید نموده است. این چه گذشتن زبری ما به خاموشی، خاموش که خاموشی او اوج سرود است. در غنچه لبهاش اگر بوی بیان نیست، شهر این خبری تازه از که شنود است. خوش می رود و رفتن او نیست ودایی، او را که به هر مقدم پدرود درود است. او مسجد و دیری و کنشت نشناسد، اما همه افتاده به پایش به سجود است. گر دست سخا مایه ناز است بشر را، این اوست که اعضای وجودش همه جود است. این بنده خدایا چه خدایی است که بندش بودایی و ترسا و مسلمان و یهود است. یک بار که بر بام فلک رفت دیگر رفت، آیین جهان گرچه فراز است و فرود است. آن است که از روز ازل نیست سقوطش، راهی که کند عزم صعود است و صعود است. ما را همه این دیده حیران
ز قفایش با شوق و خطابی که کی بوده است کی بوده است و این شخصیت درخشان مستان شیرعلی بود. سرود وطن در اجرای مؤلف آهنگ عبدالمجید بیردیف. هزاران بار گفتم تاجیکستان، هزاران بار گفتم تاجیکستان، نشستم قافله بر او و جز جان، برای آن که جانی اوست جانم، برای آن که هست او ملک جانان.
ترانه دریا روانه، روی کفی سنگ دوری یگانه، یار نشسته بر سنگ ساحل، موهای زرین همرنگ ساحل. سرود چی عجب در اجرای مؤلف آهنگ حامد بابا مرادов در رقص گلدختران انسمبل رقصی دلارا. من روی تو لاله زار گویم چی عجب چی عجب چی عجب، دامان تو را بهار گویم چی عجب. من در لبی چشمتش نمیرم، عجب است عجب است عجب است، چشمانی تو چشم سار گویم چی عجب. من در لبی چشمتش نمیرم، عجب است عجب است عجب است، چشمانی تو چشم سار گویم چی عجب. گفتم چی کنم که با منت سازایی، گفتا چوبو بینیم به پروازایی. گفتم صنما اگر نباشد بالم، گفتم صنما اگر نباشد بالم، گفتا به سرت توان که در تازایی، گفتا به سرت توان که در تازایی. کس افتاد و بیرفت همچو خس همراهی با. من روی تو لاله زار گویم چی عجب چی عجب چی عجب، دامان تو را بهار گویم چی عجب. من در لبی چشمتش نمیرم، عجب است عجب است عجب است، چشمان تو چشم سار گویم چی عجب. من در لبی چشمتش نمیرم، عجب است عجب است عجب است، چشمان تو چشم سار گویم چی عجب. چشمان تو چشم سار گویم چی عجب، دامان تو را بهار گویم چی عجب. ولو با کمال احترام سخن به سرمحرر هفته‌نامه تاجیکستان محترم شریف همدانپور. سلام همدیاران عزیز، برای ما افتخار است که در این روز سعید
جشن 90 سالگی مستان شیرعلی اشتراک داریم. من کودک بودم، خانه مستان شیرعلی در طرف مقابل دریا بود. من می دیدم که زمانی که اون کس از دوشنبه می اومدن، ما هنوز خواننده مکتب بودیم، چگونه لب دریا می رفتن، هر صبح دستورویشان رو می شستن و سری سنگ نشستن، سری اندیشه می رفتن. و بعدا من هم دانشجو شدم، چندین بار در چایخانه راحت هم صحبت شدیم و من درک کردم که به خاطر اون که ما به این پایه رسیم، به قدر این قدر انسانی که از یک دهه کوچک به دنیای بزرگ قدم گذاشتند و با شعر خود، با سخن خود تاجیکستان را، دل انسان ها را تسخیر کردن، به این پایه برسیم. برای من باعث افتخار است که امروز رئیس محترم یک چنین جشنی بسیار باشکوه آراستند. قدردانی کردن یک نفر، این قدردانی کردن خود انسان است. میگن که بزرگان را بزرگان زنده می‌دارند، بزرگان را بزرگانی دیگر پاینده می‌دارند. این بزرگی شما رئیس محترم است که چند جشن بالای هم داریم کردید. شروع از جشن استاد لایق شیرعلی و امروز جشن مستان شیرعلی، باز ماه دیگر انشاءالله جشن مرادالله شیرعلی بالای هم میآید و آبروی شما، اعتبار شما اعتبار دیگر زم میکند. زنده باشید. جانانه گذشت و ما تماشا داریم، لذت زی خرام سروی بالا داریم، بگذشت و خیال عاشقان بیجا کرد، آیا بدلش کدام ما جا داریم. سرودی عشق، آهنگی جوربیک نبیف در اجرای دلافروز نورالیوه. دهقانی گلی بهار عشق است، دهقانی گلی بهار عشق است، طغیان دل قرار عشق است، چشم دل انتظار عشق است، باغ و چمن هزار عشق است، باغ و چمن هزار عشق است، دهقانی گلی بهار عشق است، طغیان دل قرار عشق است، باغ و چمن هزار عشق است. به عشق سخن اثر
خطی نجا دارم در دست خطی نجا دارم به عشق سخن اثر ندارم یک دل به دل گذر ندارم یک دل به دل گذر ندارم نجا دارم در دست خطی نجا دارم تا منزل عمر این جوانی گه غصه و گه نشاط دارم گه غصه و گه نشاط دارم در دست خطی نجا دارم گه غصه و گه نشاط دارم علمبرداری نامی من تو باشی دوامی من پیامی من تو باشی بمیرم سربلند ای طفلی فردا اگر قایم مقامی من تو باشی هنرنمایی دست پرورانی مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی رقمی 7 به نام آنا اوتابویوا زیبا وطنم
رئیس بخش پنجاکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر اسماعیل ظریفی. بجان می پرسمت جانا زمان همنشینم باش، بجان می پرسمت جانا زمان همنشینم باش، که دیداری تو دوران است مستانی حصاری را. السلام علیکم علی طولار. امروز ما خوشبخت‌ترین انسان هستیم، چون که در دوره کودکی ما آرزو میکردیم که یک بار دیدار یکان شاعر را بینیم و امروز بزرگترین استادان سخن، استاد عبدالنبی ستارزاده، عطا میرخواجه، استاد اصغر حکیم و دیگران در این طولار حضور دارند. این برای مشرف است که مخصوص دیدار مستان، یاد مستان شیر علی آنها را به این محفل آورده است. همین روز در دهه زیر حصار من یادآور شدم که اساسگذار ژانر دو بیتی و رباعی، زنده‌دار این دو ژانر در ادبیات عصر 20 محض استاد مستان شیر علی هستند. از 151 دو بیتی و 100 رباعی که از ایشان باقی مانده است دنیای معنی را گرفتن امکان دارد. و به این مناسبت یک شعر میخوانم، اگرچند که در حضور این بزرگان شعرخوانی من چندان خوب نیست. سزد خوانم غزل در شان مستان، بگیرم چاشنی از خوان مستان، بریزد گوهری نقل و معانی، به بزم سینه از دیوان مستان. بود موجی زرافشان کان لذت، بنازد همچو زرافشان مستان. ز بس نخلی سخن ریشه در آب است، دمد گل در بهارستان مستان. دلش پر بود از الهام سرشار، ستاره جاست در کیهان مستان. اگر چندی که رنجی تشنگی برد، اگر چندی که رنجی تشنگی برد، نشد خام شاخه ریحان مستان. سرود راه او چون مختصر گشت، سرود راه او چون مختصر گشت، ناسود از زمانه جان مستان. و بال آتش از بس داشت اخلاص، جهان پر بود از ارمان مستان. ز او شادند گر رودابه و زال، ز او شادند گر رودابه و زال، چی خود زیبو نسا ز احسان مستان. به عشق طاهر و زهرا بقا داد، به عالم کلک در افشان مستان. یقینم هست تا 100 قرن دیگر، یقینم هست تا 100 قرن دیگر، نمی آید دیگر پایان مستان، نمی آید دیگر پایان مستان. سرود نیاز، شعر شاعر در اجرای مؤلف آهنگ اولمس اسلامov. عروسی شعر ذاتی پری، ای عروسی شعر ذاتی پری، دختری مامی سخنهایی داری، دختری مامی سخنهایی داری. عاشقم دل داده روی کیم، درد میشم شعر از روی کیم،
عاشقم دل داده روی تویم در دمی شمشیر ابروی تویم تو دم میزنم شب یادت خواب درم میزنم روزها با یاد تو دم میزنم شب یادت خواب برهم میزنم من شادم بکن ای غم از در جان من شادم بکن خانه از آباد آبادم بکن خانه از آباد آبادم بکن ای عروسی شعر ذاتی پری ای عروسی شعر ذاتی پری دختری مامی سخنهایی داری دختری مامی سخنهایی داری عاشقم دل داده روی تویم در دمی شمشیر ابروی تویم عاشقم دل داده روی تویم در دمی شمشیر ابروی تویم سرود یار من رنجیده از من آهنگ خلق در اجرای ستاره حاتمова و اسلامزاده یعقوب جان. یاری من رنجیده از من یاری جانی یاری دلی بعد از فهمیدم من زندگی تفتشی بعد از فهمیدم من زندگی تفتشی برب من ندارم محمد تعالى وذنبي تنها ندارم اینم مرغکی تنها اینم آید تو ایلانم خوشتر آبودانم هر کجا تو را بودانم اوی خوشتر آبودانم هر کجا تو را بودانم برب من ندارم
با هم عدمت آدم بودمی تنها ندارم یاری من رنجیده از من یاری جانی یاری بری بعد از فهمیدم من زندگی فرد شیری بعد از فهمیدم من زندگی فرد شیری بیارم تو من ندارم با هم عدمت آدم وحدمی تنها ندارم مستان شیرالی دل داشت مثل سفره آرد سفید گرم روشن عاشق عالم و آدم به این دنیا برای این آمده بود که عشق بیورزد شعر بگوید ترانه بخواند و اصلا یاد عالمی دیگر را در سر نداشته باشد. سرودی من از مردن نمی ترسم در اجرای مؤلف آهنگ اسکندر عظیموف. از آدم گلدست چمن میماند از شاعری دل زنده سخن میماند از مشعل جاویدان عیان بشنیدم از رفتن قهرمان وطن میماند از شاعری دل زنده سخن میماند من از مردن نمی ترسم من از مردار می ترسم از آن سروی که سبزد در هوای دار می ترسم متاعی جان و بازاری امانی دادم اما جهان بازاری جنجالی از این بازار می ترسم جهان بازاری جنجالی از این بازار می ترسم
دوشم بار رنگارم دو سنگین مانده از ایام من از وزنش نمی ترسم زیرنگی بار می ترسم بده واری خیرد آیا جهالت رخ نخواهد زد ندارم متکایی غیر این دیوار می ترسم ندارم متکایی غیر این دیوار می ترسم من از مردن نمی ترسم من از مردار می ترسم از آن سروی که سبزد در هوای دار می ترسم من از مردار می ترسم حالا با کمال احترام سخن را به دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور استاد دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان محترم سلیم خطلانی می‌دهیم. مرحمت استاد. امروز هر قدر که ما در مورد مستون شیرالی سخن میگوییم فکر میکنم که کم است چون از سحر سخن گفتیم و سخن گفتن ما ادامه دارد اما همین روز من بسیار بر وقت راستیگه پس دوشنبه براه برآمدیم از همین سحر باز یک غزل مولانا در ذهنم چرخش میخورد همین غزلی بود که میگفت از اول امروز که آشفته و مستیم البته خاطرداری از مستون شیرالی همین گونه ما را مست داشته بود و مولانا میگد که از اول امروز که آشفته و مستیم آشفته بگوییم که آشفته شدستیم این ساقی ما مست که امروز در آمد صد عذر بگفتیم و از اون مست برستیم این باده که تو دادی و این عقل که ما راست معذور همه دار اگر جام شکستیم رندان خرابات بخوردند و برفتند ماییم که رندانه بخوردیم و نشستیم فکر میکنم که روزی استاد مستون شیرالی است بیت آخرش همین است میگه وقت است که خوبان همه در رقص برآیند انگوش زنان گشته که از پرده بجستیم همین روزی استاد مستون شیرالی خجسته بود با همه ما و شما مبارک باشد من فکر میکنم که سرودهای استاد قرائت کنند هرچی برای ما همون قرائت است سلامت باشید سرود قطعه ها در اجرای هنرمندان خانه فرهنگی شهری رقم 1 در رقص گلدختران انسامبل رقصی دلارا رسیده باشم بینگر به چمن ز خود جدا شم هر گل به مثال روی خندان خندد به دلی نیازمندان از بحر دلم تو خنده آمد گل خنده غم برنده آمد از بحر دلم تو خنده آمد گل خنده غم برنده آمد رسیده گل غنچه به تار سر ندیده ناامید
شب بهار دیگر گویند بود بهار دیگر هر شاخه تو شود پر از گل آید به فیغان هزار بلبل ای غنچه نو رسیده باشد بینگر به چمن ز خود جدا شد هر گل به مثال روی خندان خندد به دلی نیازمندان از بحر دلم تو خنده آمد گل خنده غم برنده آمد در جاده خیشتن بجوشن آنها همه چون تو نو خورشن در جاده خیشتن بجوشن ای غنچه نو رسیده باشد بینگر به چمن ز خود جدا شد هر گل به مثال روی خندان خندد به دلی نیازمندان از بحر دلم تو خنده آمد گل خنده غم برنده آمد ای غنچه نو رسیده باشم بینگر به چمن ز خود جدا شد ای دل سبق از حیات برگیر زی دربری آب و لیک درگیر از پا منشین به ناامیدی در تیره شبان بیجو سفیدی سرود خواب از چشمم گریخت در اجرای مؤلف آهنگ دادا بابایف شب از دست خیالت خواب از چشمم گره ظلمت شب بود و من مهتاب از چشمم گره نامه هایت را برد گردان نمودم بابا نامه هایت را برد گردان نمودم بابا آب در چشمم نشست و آب از چشمم گریخت آب در چشمم نشست و آب از چشمم گریخت سازم سبو پیش من آمد رو خط میزراب از چشمم گره شیشه جستم تا شراب از پوش بهوشم کنم شیشه افتاد و شرابی ناب
از چشمم گریخت شیشه افتاد و شرابی ناب از چشمم گریخت آن یگانه گوهری نایاب از چشمم گریخت هر کجا باشی سلامت باشو از من یاد کن هر کجا باشی سلامت باشو از من یاد کن دل به یادت آب گشت آب از چشمم گریخت دل به یادت آب گشت آب از چشمم گریخت امشب از دست خیالت خواب از چشمم گریخت ظلمت شب بود و من مهتاب از چشمم گریخت ظلمت شب بود و من مهتاب از چشمم گریخت خواب از چشمم گریخت. سرودی شاعری آزاد آهنگی اکتم با بویف در اجرای هنرمندان انسامبل دوگانه ها. گرچه شعر و شاعری تبی خدا نادادن است لیکن جوهر نصیبی شاعرانی سادن است گرچه شعر و شاعری تبی خدا نادادن است لیکن جوهر نصیبی شاعرانی سادن است خیالی چشمی ما را خیالی بادن است میتوان سرمست شد از یک نگاهش تا ابد با خیالی چشمی ما را خیالی بادن است تا به قید یار خود هستیم آزاد ما هر کی آزادی طلب کرد از غمش آزادن است تا به قید یاری خود هستیم آزاد ما هر کی آزادی طلب کرد از
مستان شیرعلی از زمره آن شاعران تواناتر و تحصیل کرده بود که در آخر سالهای 60 وارد ادبیات شده اند و آنها از نظر تعداد نسبت به سالهای پیش خیلی زیاد هم بودند. شاعران همین نسل در واقع شاعران توانا بودند. شعر وطن، قرائت کننده فرمانزاده نجیب. بحر روزان و شبان هیچ نگیرد آرام، مگر از نیک و بدی دهر سخن میگوید. دل من بال زنان در لب دریای دمان، گشته برگشته به تکرار وطن میگوید. باز یادی وطن از دامن من داشته است، یادی آنجا که به هم آمده است آب و گلم، یادی کوهی که بود شه ستونی بامی سما، یادی دیگی که بود در بغلش مثل دلم، یادی صحرایی که بود جامه زرخیز کنم، که به نیروی کفی دست دهد گنج صفی. پیر دهقان به سری پخته چو خورشید به ابر، نگرد جانب هر قطعه به چشمان امید. یادی دریای دوشنبه غزلی کهنه و نم، که به هر گوشه روم زمزمه راه من است. مگر از ساحل گلریز و صفا پروری آن منی پزمان وطن نقش وطن یافتم. ز سری موج پریشان و به هم پیچانش، سر و سررشته پیچانی سخن یافتم. تاجیکستان همه جا آینه ای دستی منی، همه جا عکس تو در دیده من جلوگر است. ماه یک تاست ولی ماهی تو زیباست مرا، شمس یک تاست ولی شمس تو پرنورتر است. وطنم یک نفس از یاد تو فارغ نشوم، فارغی در ره تو مهر تو را باختن است. بی وطن نیست غریبی که کند یادی وطن، بی وطن نیست غریبی که کند یادی وطن. در وطن بوده بی یادی وطن بی وطن است. سرود تاجیکستان توی دارد، آهنگ دادا بابایف در اجرای هنرمندان انسامبل ترانه و رقص، در رقص گلدختران انسامبل رقصی دیلارا. برگم و آبی روان را انتظار، بستان سه برگم و آبی روان را انتظار. کوها در پاسگاهی احترام ایستادن، کوها در پاسگاهی احترام ایستادن. کشیدم میزبانان مهمان را انتظار، سر کشیدم میزبانان مهمان
بخشانیم از بلندی سعادت آسمان را انتظار رودها در کوهساران آرزو می‌پرورند همتی به منتی بریدمان را انتظار همتی به منتی بریدمان را انتظار نقطه فهم و نقطه سنجو نقطه دان را انتظار نقطه فهم و نقطه سنجو نقطه دان را انتظار تاجیکستان توی دارد دوستان را انتظار دوستان سه برگم و دوستان سه برگم و آبی روان را انتظار گلدختران انسمبل رقصی دیلارا و صحنه گذارنده رقصا استاد عبدالملیک صدیقه با همین برنامه فرهنگی ادبی و مناسبت 90 سالگی شاعر مستان شیرعلی حسن انتها می‌یابد. برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشید.